حالا دیگه اصلا فضای جنگ یه فضاییه که بیزینس رو واقعا تحت تاثیر قرار میده و به قول شما آموزش. ولی خب علاقه‌مندی به حوزه بیزینس و اینا بسیار زیاد بود و یادم از واقعا دوره مثلا اول دوم سوم دبستان شروع کردم به کار کردن در حوزه‌های در جای مختلف. اول راهنمایی وارد داروخونه شدم و پدرم فکر می‌کرد نسخه خونی میتونه یه هنری باشه که این هنر رو من بتونم آموزش بدم. اون سرنوشته چی شد که شما رو برد؟ آیا اون داروخونه‌ای که استارت کارهای شما بود برای باز کردن روحیه شما، برای برگردوندن اعتماد به نفس شما، این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ من خیلی بچه شرری بودم. 3 مدرسه در دوره دبستان عوض کردم. می‌بینی بچه‌ها الان همه مثلا موسیقی، زبان 5-6 تا چیز رو بلدن، ولی زمان ما واقعا شاید یکیش رو هم بچه‌ها آموزش نمی‌دیدن. توی مسیر زندگی آدم یه سری تصمیمات میگیره که ممکنه اون تصمیمات درست باشد، در فرایند هدفی که حالا پیش میره ممکنه هدف رو تعریف کرده باشه، ممکنه هم نکرده باشه برای خودش. مثلا من خودم رو هیچ وقت توی زندگیم فکر نمی کردم که من یک روزی برم آسیای شرقی یا شرق آسیا بخوام زندگی بکنم. سال گذشته فکر میکنم بیشترین سخنرانی علمی رو در ایران حداقل من داشتم. بالای ماهی در واقع 7-8 تا سخنرانی در جاهای مختلف کشور، در شهرهای مختلف، که خب این در واقع اون نقطه ضعف به من کمک کرد که بیشتر زمان بذارم و بیشتر روش کار بکنم. آقا سلام، عرض ادب جناب دکتر عزیز، حالتون چطوره؟ خدا قوت، عرض ادب آقا. متشکرم، ممنون. شما قربونتون برم. حال و حوضه چطوره؟ خدا رو شکر، خیلی ممنون. خدا همه چی خوبه. البته این شرایط امروز میدونید که این وضعیت جنگ خیلی وضعیت پیچیده‌ای شده دیگه امروز. یعنی دیشب در واقع این حملات خیلی عجیب غریبه به لبنان و اینا به هر حال شرایط رو پیچیده میکنه و اولین چیزی هم که به نظرم روش تاثیرگذاره آموزشه. چون معمولا آدم‌ها از آموزش موقعی که اتفاقاتی میفته از آموزش دور میمونن و این تجربه ما نشون میده که آخرین چیزی که بهش پرداخته میشه واسه آموزش. اصلا کلا توی شرایط بحرانی خانواده‌ها، شرکت‌ها، مدیران، حالا که میتونیم بگیم یه خورده سمدنده این قضیه هستن، بودجه آموزش رو حذف میکنن، میگن آقا فعلا بریم یه خورده استیبل بشه. یه چیز جالب عرض کنم خدمتتون، این که توی اتاق بازرگانی چند ماه پیش قبل از اینکه من بیام اینجا یه جلسه‌ای بود و توی اون جلسه بحث بود که آقا شرایط چه اتفاقی میفته و حوزه انتخابات و اینها قبل از انتخابات ایران. توی اون جلسه من گفتم آقا خیلی مهمه که این اتفاقها بیفته. بعد همه گوشاشون تیز شد و گفتم که خیلی مهمه که بشه به اصطلاح مثال عرض میکنم، فرض بکنید بشه ترامپ آقای پزشکیان، بایدن آقای پزشکیان یا رئیس جمهور دیگه با ترامپ. این خیلی معادلاتش تغییر میکنه و هر شرکت و هر بیزینسی باید اینها رو به نظر من بره که حالا دیگه اصلا فضای جنگ یه فضاییه که بیزینس رو واقعا تحت تاثیر قرار میده و به قول شما آموزش. خب جناب دکتر، خیلی من خوشحالم که خدمتون هستم، واقعا افتخاریه. انشالله که اتفاقهای خوب رو بتونیم توی این پادکست، حالا اگه اسمش رو بذاریم، بتونیم به مخاطبین عزیزمون بدیم و یه آگاه سازی خوبی اتفاق بیفته مثل تمام کلاس هاتون، مثل تمام سمینار هاتون. و من میدونم که چقدر شما حرفه‌ای هستید، چقدر یه خورده خودمونی صحبت کنیم، چقدر خفنید واقعا توی کارتون، چقدر درجه یکید و چقدر مدیر رو خوب پرورش دادید که بتونن بیزینس های خوب رو انجام بدن. اما من همیشه این سوال رو از همه مهمانان و عزیزمون میپرسم که آقای دکتر مهدی باغبان از خردسالی و بچگی چه اتفاقی افتاد، در چه خانوادگی؟ من دوست دارم از بچگی شروع کنیم، بیایم جلو ببینیم چه اتفاقاتی افتاده که بیشتر بتونیم باهاتون سینک بشیم و این گوی و این میدان و این ریش و قیچی دست شما. خیلی ممنون. واقعیتش این شاید برای اولین باره که من میخوام یه سری موارد رو بگم که خب جای دیگه ای نگفتم، ولی اینجا میگم شاید بعضیاش جالب باشه. مخصوصا این روزا در واقع در حال نقد برای سازمان‌های مختلف، در حال نقد فیلم سخنرانی پادشاه هم و شاید خیلی در واقع دور نباشه یه قسمت‌هایی از این فیلم به زندگی من. خب من در واقع همه به نظرم در 60 متفاوت با دوران الان، خب همه در یه زمانی بودیم که
که ما همیشه تو صف‌های مختلف، صف نون مخصوصا، حالا صف شیر و صف‌های مختلفی رو در واقع سپری کردیم و من در اون دوره، خب یه دوره بودم در خانواده کاملا متوسط، پدر کارمند، مادر خانه‌دار و در واقع و دوره بچگی بیشتر در کوچه، دوره بچگی. ولی خب علاقه‌مندی به حوزه بیزینس و اینا بسیار زیاد بود و یادم از واقعا دوره مثلا اول، دوم، سوم دبستان شروع کردم به کار کردن در حوزه‌های، در جای مختلف، ولی کارهایی که مثلا تو باغ، جاهای مختلف و این کارا در واقع ادامه دار شد تا پنجم دبستان که پدرم اومد به من گفتش که یا برو یه کاری رو یاد بگیر یا برو یه هنری رو یاد بگیر و بعد خودش مثلا توضیح داد که میتونه این هنره مثلا زبان با این کاره، مثلا آموزش زبان باشه یا موسیقی باشه یا در واقع یه هنری، که من از اول راهنمایی وارد یه اتفاقی هم اینجا افتاد که بگم این خیلی زندگی منو تو سالهای زیاد تحت تاثیر خودش قرار داد. من یه فردی بودم که مثلا صدام بد نبود، میرفتم سر صف قرآن میخوندم، از باز میگم همون سال اول، دوم دبستان. چهارم دبستان من خیلی بچه شری بودم، 3 مدرسه در دوره دبستان عوض کردم و اخراج میشدم میافتم مدرسه بعدی. ولی خب رفتم تو یکی از این سال چهارم دبستان تو یک مدرسه‌ای بودم، از من خواسته شد که برم سر صف قرآن بخونم. یهو برنامه عوض شد، به من یه متنی رو دادن، یه متنی که در واقع اینجوری بود، احتمالاً شما یادتونه بارلا ها نمیدونم از این حرفا اینا. من تو رفتم بخونم، زبونم گرفت، بچه‌ها سر صف همه خندیدن، از اون بالای شرط خیلی بدی رو تجربه کردم. اینکه زبان من گرفت با من بود تا دوره لیسانس، برای همین خیلی زندگیم تحت تاثیر این اتفاق از اون دوره قرار گرفت و کسی هم شاید خیلی خبری نداشت و من دیگه اعتماد به نفسم برای حرف زدن در جمع‌های 3 نفر به بالا دیگه تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته بود و دیگه نمیتونستم حرف بزنم و هیچ ارائه‌ای رو از دوره فکر کنم مثلا چهارم دبستان تا دوره لیسانس من نداشتم و ندادم و حتی اون روزایی که قرار بود یه ارائه رو سر کلاس انجام بدم خیلی خودم رو به مریضی می‌زدم، به اینکه من نمیتونم و به هر دلیلی. و این ماجرا بود تا یه روزی تصمیم گرفتم، گفتم تو یا باید در واقع با این مشکلت مبارزه کنی یا باید قید همه آرزوهایی که داری رو بزنی. و خب واقعا اتفاق افتاد و من واقعا میگم، خیلی وقتا میگم بحرانی که میبینی، یه جای نقطه ضعف که میبینی، باید خودت رو بندازی تو این بحران. و من حالا میخوام بگم این بحرانی که سالهای زیادی با من بود و شاید خیلی هم کسی نمیدونه، فقط کسی نماد بیرونی من رو میبینید که در واقع میدید که زود ناراحت میشم، سریع در واقع شاید نمیتونست درک کنید که در درون من یه چیزی وجود داره. ولی از این جریان بالاخره من واقعا یه نقطه قوت میتونم بگم تا حدودی ساختم و خب سال گذشته فکر میکنم بیشترین سخنرانی علمی رو در ایران حداقل من داشتم، بالای ماهی در واقع 7-8 تا سخنرانی در جاهای مختلف کشور، در شهرهای مختلف، که خب این در واقع اون نقطه ضعفی به من کمک کرد که بیشتر زمان بذارم و بیشتر روش کار بکنم. و تو این چند سال گذشته خب فکر میکنم حوزه تدریس و سخنرانی در مجامع علمی مختلف خب تلاش کردم که اون سالهایی که کم گذاشته بودم برای خودم رو بتونم جبران کنم. به هر حال من اول راهنمایی وارد داروخونه شدم و پدرم فکر می‌کرد نسخه خونی میتونه یه هنری باشه که این هنر رو من بتونم آموزش ببینم. و بعد از این مدت بعد رفتم وارد فضا موسیقی شدم و خیلی به من اعتماد به نفس داد. می‌بینید بچه‌ها الان همه مثلا موسیقی، زبان 5-6 تا چیز رو بلدن، ولی زمان ما واقعا شاید یکیش رو هم بچه‌ها آموزش نمی‌دیدن. و اینکه من این رو مثلا سنتور بلد بودم بزنم یا ساز کوبه‌ای بلد بودم بزنم، حداقل به من کمک میکرد که اعتماد به نفسم بیاد بالا و این کم کم برای من عزت نفس ایجاد میکرد. به هر حال خب من از سوم راهنمایی عملاً کار رسمی خودم رو با کار کردن در مغازه لوازم موسیقی شروع کردم و این ادامه دار بود و خدمت شما عرض بکنم که عملا تا موقع لیسانس من کار آموزشگاه موسیقی داشتم، مغازه سازفروشی داشتم، کنسرت‌های مختلفی رو با خیلی از خواننده‌ها مثل محمد اصفهانی، مثل گروه آریا، مثل ارکستر ملی نیما و جای مختلفی رو این کار رو انجام میدادم و لیسانس هم شیمی خوندم با معدل بسیار پایین. البته ناگفته نماند من به دلیل اینکه درسم میخوندم تو دوره دیپلم، یعنی من صبح می اومدم میرفتم مغازه،
بعد از اون میرفتم مدرسه، دوباره باز برمیگشتم مغازه و هیچ کاری در حوزه تدریس انجام نمیداد، در حوزه تحصیل انجام نمیدادم. خب من دیپلم رو با معدل 9.75 گرفتم و آره 9.75. چون میگن چجوری شد 9.75؟ دلیلش این بود که زمان ما تک ماده مجاز بود. من یه معلمی بهم میداد 2، یه معلمی هم بهم داده بود 7. این دوتا تک ماده خورد، یه 2 یه 7، معادله اومد زیر 10. خب مجبور شدم پیش دانشگاه شبانه رفتم، ولی تصمیم خودم رو برای کنکور گرفته بودم. من لیسانس با توجه به مشکلی که داشتم شیمی خوندم، یعنی فکر کردم چه چیزی میتونم برم، حس کردم شیمی در واقع یه رشته‌ایه که میتونه در واقع ضعف‌های من رو پوشش بده. چرا؟ چون تنها تو آزمایشگاه قرار بود کار کنم و که با کسی قرار نبود در ارتباط باشم. ولی مثلا تیپ شخصیتیم تیپ تنهایی کار کردن و تیپ حرف نزدن نبود، ولی یه چالش ایجاد شده بود که من متاسفانه خب این چالشه واسه شده بود من برم یه رشته در واقع خیلی تنهایی رو انتخاب کنم. ولی از سال دوم علاقه‌مند به حوزه، یعنی سال دوم شیمی علاقه‌مند به حوزه مدیریت و دروس مدیریتی و دروس روانشناسی بودم. دیگه ارشد رشته مدیریت شرکت کردم، رتبه‌ام 2 شد. بعد از اون دوباره دکترای مدیریت رو خوندم و مجددا رفتم. حس کردم که یه گپی دارم تو این دکترای من دکترای مدیریت منابع انسانی در واقع دارم، ارشدم هم مدیریت منابع انسانیه. بعد حس کردم که خب من مجبورم که برم در واقع، من حوزه روانشناسی رو خیلی علاقه‌مند بودم. رتبه 8 روانشناسی کشوری رو آوردم. دوباره بعد از دکترا رفتم روانشناسی خوندم، روانشناسی صنعتی سازمانی که خیلی نزدیک بود و دیگه در واقع حالا شروع کردم کار مختلفی رو. این یه پروسه‌ای بود که حالا اگه لازمه که بعد ادامه بدم در مورد کارهایی که انجام شده. چقدر خوب. یه جایی من یه چیزی شنیدم فرمودید که رفتید سمت داروخونه و احساس کردید که این داروخونه میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. پدرتون هم به دید یک مهارت بهش نگاه میکرد. توی مسیر زندگی آدم یه سری تصمیمات میگیره که ممکنه اون تصمیمات درست باشد در فرایند هدفی که حالا پیش میره، ممکنه هدف رو تعریف کرده باشه، ممکنه هم نکرده باشه برای خودش. مثلا من خودم رو هیچ وقت توی زندگیم فکر نمی کردم که من یک روزی برم آسیای شرقی یا شرق آسیا بخوام زندگی بکنم. هیچ وقت فکر نمی کردم. غرب فکر می کردم، شمال اروپا فکر می کردم. ولی بعضی وقت یک سری اتفاقات میفته. میخوام ببینم که توی زندگی شما 2 تا قضیه کجاها اتفاق افتاد. یک، اون سرنوشته چی شد که شما رو برد؟ آیا اون داروخونه که استارت کارهای شما بود برای باز کردن روحیه شما، برای برگردوندن اعتماد به نفس شما، این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ دومین قضیه، 2 بار شما اسم پدرتون رو به کار بردید. چقدر پدرتون در مسیر زندگیتون و همچنین مادرتون نقش داشتن و آیا بیشترین این موفقیت ها رو مدیون این بزرگوارا میدونید یا نه درونی بوده، یه مدتی خاموش بوده و مرده بوده، دوباره در اومده؟ اینها رو یه مقدار بازش میکنید دکتر. آره خیلی ممنون. ببین سوالاتی که شما دارید میپرسید سوالاتی که هیچ وقت اصلا خودم حتی بهش فکرم نکرده بودم واقعیت، و الان واقعا دارم فعل بده جواب میدم. نه ببین من یه نکته بگم، اتفاقا همین الان داشتیم با چند نفری که کار استعدادیابی انجام میدن، همین الان ببخشید من شما رو هم اذیت کردم در رابطه با این جلسه، عذرخواهی میکنم از شما. واقعیتش این بود که داشتیم صحبت میکنیم. ببین ما به بچه‌ها ریاضی یاد میدیم، به بچه‌ها فیزیک یاد میدیم، به بچه‌ها یه سری درسایی که ذهنشون رو پر میکنیم از انتگرال، ولی هیچ وقت نمیگیم تو اصلا استعدادت چیه، تو چه فضایی باید بری، چه کاری به در اصلا بیا با آدما در ارتباط باش. اگه امروز با همسرت دچار چالش شدی چگونه میتونی این چالش رو حل کنی؟ اگر امروز احساساتت رو ببین، من که مشکلاتی که داشتم نمیتونستم احساساتم رو بگم، نمیتونستم نقاط ضعفم رو بگم، نمیتونستم گریه کنم و این چالشی بود که خیلی از بچهای به نظرم اون دهه، حالا نمیدونم شما متولد چه سالی هستی، ولی من 63 ام و خیلی این چالش‌ها رو ما زیاد داشتیم. شما چندید؟ 70. خب الان خیلی هم دور نیستی، ولی به هر حال چالش‌های اون زمان، چالش‌های زندگی بعد از جنگ در ایران، زندگی هیچ، البته ما در خلال جنگ به 63 در خلال جنگ، و میخوام بگم چالش‌ها واقعا خیلی زیاد بود. ولی اما نکته اول در رابطه با من شغلای خیلی زیادی رو عوض کردم. خیلی اگر بخوام براتون بگم
واقعا بعضی شاید بچه الان خندهشون بگیره. من یادمه یک مغازه بود نزدیک خونمون، واقعا یه بار داشتم شغلایی که توش کار کرده بودم رو نگاه می‌کردم چقدر زیاد بود. مثلا یکیش من از مسئولیت کتابخونه مسجد با من بود تا نوشابه کشی با گاری، یعنی مثلا نوشابه رو می‌ذاشتیم تو گاری می‌بردیم در مغازه‌ها، و تا مثلا حوزه‌های مختلفی. مثلا داروخونه حالا اونجا بود که پدرم تصمیم گرفت من برم این کارو انجام بدم و من مثلا یه مدتی توی مغازه طلا فروشی، نقره فروشی کار می‌کردم، یه مدتی توی باغ کار می‌کردم، یه مدتی در واقع و اصلا یه مدت توی شرکت کامپیوتری کار می‌کردم. یه چیزی که در اون زمان بود، ماها یه چیزی داشتیم، مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردیم مثلا پدر باید الان خرج ما رو بده، حس می‌کردیم که ما باید کار کنیم و نباید. و این واقعا اعتماد به نفس میاره. زمانی که شما دستت رو تو جیب خودت میذاری و هزینه برای خودت می‌کنی، این در واقع تو اینکه شما از یک نفر دیگه ای داری. حالا نکته اول ماجرا پس این بود و من شغلای مختلف، حالا داروخونه یه مثال بود و پدر من یه جمله‌ای داشت میگفت مرد باید بیگاری بکشه ولی بیکاری نکشه. میگفت بیکاری، و من واقعا میگم خیلی وقتا به بچه‌ها میگم من دوره بلوغم رو حس نکردم که اصلا بلوغ کی اومد کی رفت، بخاطر همش درگیر کار بودم همش و هیچ وقت حس نمی‌کردم. و این حالا این درگیر کار بودن یعنی درگیر با آدم‌های مختلف، درگیر با شرایط مختلف، این برای آدم یه مقدار شاید هوش هیجانی میاره، اینکه شما میتونی برگردی، اینکه شما دست به خودکشی نمیزنی، اینکه شما میفهمی چالش داری، میفهمی گپ داری، ولی میفهمی آدمایی هم مثلا تو جامعه شاید بتونن به تو کمک کنن. بس برای همین این که حالا گفتم من کی برگشتم، شاید مثلا یه روزی من از صحبت کردن تو جمع میترسیدم، یه روزی رفتم و یه کلاسی رو گرفتم بالا رانندگان باری بود، این برای بعد از یعنی در واقع تو دوره ارشدم بود، ولی رانندگان باری بود. رفتم سر کلاس و حیف میگم الان زبونم میگیره، الان شاید اینجوری بشه، شاید بقیه بخندن. این کلاس اتفاقا با چالش هم همراه بود، یه بازرسی اومده بود می‌خواست کار منو ببینه، جزو اولین روزی بود که دقیقاً کلاس داشتم، خودم برمی داشتم که انجام بدم. من تو جلسات خصوصی خیلی خوب بودم، من به بچه‌ها سولفژ درس میدادم، به بچه‌ها سنتور درس میدادم، ولی موقعی که میرفتم تو جمع، اون تو جمع این چالش برام ایجاد میشد. موقعی اولین کلاس رو گذروندن، چه جالب، من کلاس رو پشت سر گذاشتم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. کلاس بعدی من شاید باورتون نشه، من تجربه حدود 11,000 نفر تدریس به رانندگان کامیون و رانندگان اتوبوس رو دارم، توضیح قوانین مقررات و حمل و نقل جاده‌ای و رفتار سازمانی و این چیزا. بعد اینا باعث این شد که من اون اعتماد به نفس لازم رو به دست بیارم. یادم اولین سخنرانی که در یه همایشی داشتم، اینقدر استرسم رفت بود بالا که شب مریض شدم که فردا می‌خواستم حرف بزنم. میدونی سخنرانی دومین ترس آدم هاست، در یکی پرش از ارتفاع، دومین سخنرانی در جمعه. خیلی استرسم زیاد بود، ولی اون که تموم شد و همه دست زدن باعث شد سخنرانی بعدی و حالا امروز واقعا دوستان میتونن حالا چه در پیج من چه در چیز میتونن ببینن تعداد سخنرانی من همین ماه که در واقع هستیم، میتونم بگم من حدود 11 تا سخنرانی دارم در سالن همایش‌های صدا و سیما در شهر اصفهان، در شهر اهواز، در سالن همایش‌های کتابخونه ملی، در برج میلاد. و این ماجرا کم کم اعتماد به نفس رو به دست آوردم. اما سال دوم در رابطه پدر مادر، من فکر می‌کنم امروز من واقعا میگم از پدر مادر من اگر بپرسید، البته بچه‌ها اون زمان شاید باز همه همینجوری بگی آقا چه رشته‌ای خوندی، نمیدونن، فقط میدونن مقطع دکتراست، ولی چه رشته خوندی، کجا کار میکنی، اینا شاید خیلی واقعا اطلاعی نداشته باشن. اما نگرش، به نظر من این نگرش خیلی موضوع مهمی. این که بچه‌ها آزاد بودن، من آزاد بودم انتخاب کنم، من آزاد بودم هر رشته دوست دارم برم، من آزاد بودم که اون در واقع تجربه نزیسته پدر مادرم که خیلی از پدر مادر دوست دارن بچه‌شون دکتر بشه چون خودشون دوست داشتن، من اینجوری نبودم و این به من کمک کرد به در و دیوار بزنم، این ور اون ور برم، در واقع شیمی بخونم که از شیمی فقط H2O یادم، H2SO4، هیچ چیز دیگه یادم نیست. 4 سال شیمی خوندم ولی یادم. اما نکته که وجود داره این باعث این شد که من در واقع این رها بودن باعث این شد که من برم این ور ور، ولی باز بیافتم تو مسیرم و امروز این مسیر رو که دارم به شدت بهش علاقه‌مندم و به شدت دوست دارم و فکر می‌کنم تا حدودی موفقم هستم. این موضوعی که میفرمایید از بچگی کار کردید و اتفاقات توی حوزه اعداد و ارقام معدلیتون و درسیتون خیلی جالبه که خیلی مشابه افراد موفق دیگه‌ای هم هست. ما تا الان 15 تا استاد و خدمتشون بودیم. از 15 استاد که شما میشید 16 همی، از 15 استاد که حالا با شما بگیم 16،
11 استاد همچین شرایطی داشتن دقیقاً. حتی یکی از اساتید دبستان رو افتاد و رفوزه شد، اول دبستان رو، و الان یکی از بهترین اصلا خودشون البته توی فیلم هم گفتن این موضوع رو، دکتر وکیلی میشناسین قطعاً. و خب دکتر وکیلی ماشاءالله بهتر از خودتون نباشن، بسیار عالی، بسیار خفن تو حوزه مدیریت کسب و کار. و این خیلی جالبه چیزی که اتفاق میفته. من یاد خودم میفتم چیزی که از بچگی شروع کردیم کار کردن و هیچ موقع توی این ذهنم نبوده که من باید از پدر یه چیزی بگیرم. از البته من مادرم شاغل بود، پدرم هم شاغل بود، ولی هیچ موقع توی ذهنم نبود که آقا پدر مادر هستن که تو حمایت کنن و کمکت کنن. هیچ موقعی توی دبستانش کار کردیم، راهنماییش کار کردیم. اما دکتر الان که اینجا رسیدم 3 تا چیز رو فهمیدم، یعنی 3 تا پارامتر رو فهمیدم که شما هم توی حرفای تو خودتون گفتید این رو و بقیه اساتیدم دیدم و بقیه زندگی نامه هایی که دیدم باشون صحبت کردم همین اتفاق افتاده. کسانی که توی بچگی کار میکنن 3 تا مهارت رو ناخودآگاه یاد میگیرن. کار کردن انقدر مهمه. اولین مهارتی که یاد میگیرن مهارت پوله، کار با پول، اقتصاده. دومین مهارتی که یاد میگیرن فروشندگیه. این خیلی میتونه مهم باشه که شما چجور بتونی این فروشندگی رو انجام بدی. و سومین مهارتی که یاد میگیرن نتورک، شبکه سازیه. این شبکه سازی، این 3 تا مهارت تو دل کار میاد جلو و میشه زمانی که همین الان من توی کلاس هایی که دارم میرم برگزار میکنم میگم آقا اصلا شما لازم نیست هیچ بلد باشی، شما این 3 تا مهارت رو بلد باش، فروشندگی، ارتباط گیری و اقتصاد، گل زدی. و دقیقاً همه ماها این چیزی هستش که و چیز جالبی هم که شما فرمودید دقیقاً همینه واسه میذاره. خیلی من این مسیری که اومدی جلو رو. دکتر الان چه میکنید؟ ببین ما در واقع خب مسیر میدونه که در ایران واقعا خیلی هم نمیشه مسیر مستقیمی رو طی کرد، حداقل تا جایی که من میدونم. یعنی شما مجبوری بالاخره شرایط و جامعه بالاخره تو رو اینور. ببین الان من در واقع 2 تا حوزه کاری دارم. یه هولینگی داریم. خب من 3 پست‌های مختلفی رو داشتم. مثلا در اتاق بازرگانی من رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان تهران بودم و نایب رئیس بودم، رئیس انجمن جوانان بودم، در مثلا جزء که در واقع جوانان نخبه کشور اسلامی بودم. این در واقع که کاری که اما یه هولینگی داریم که این هولینگ در واقع به اسم عصر پیشرفت. این عصر پیشرفت شاخه‌های مختلفی داره. ما حوزه نشر رو کار می‌کنیم، حوزه دوره‌های MBA DBA دانشگاه تهران رو کار می‌کنیم، حوزه در واقع خب ما الان نزدیک به 4000 تا دانشجو داریم در اونجا. حوزه خدمت شما عرض بکنم که ارزیابی و توسعه مدیران رو کار می‌کنیم که این من در واقع رئیس کانون ارزیابی و توسعه عصر پیشرفتم، رئیس آموزش و توسعه مجمع مدیران ایران، رئیس ارزیابی و توسعه سازمان در مدیران و متخصصین ایران و خیلی از سازمان‌ها عملاً حوزه ارزیابیشون با من بوده. حالا چه در واقع چه مجوز گرفتناشون، چه طراحی مدلشون و تو این حوزه مثلا مبدع مدل تعالی فردی در کشور بودم که خب تعداد چند هزار نفر با این مدل ارزیابی شدن. و یه قسمت فنی حرفه‌ای داریم که روی بحث آموزش‌های کوتاه مدت کار میکنه. در واقع یه مجموعه دیگه رو داریم، مجموعه فرهنگی هنریه که کار برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی رو انجام میده. این در واقع تندیسایی هم که می‌بینید برای همایش‌هایی که ما در سال 4 تا کنفرانس، 1 بین‌المللی و 3 کنفرانس ملی رو برگزار می‌کنیم در حوزه الگوهای نوین مدیریت کسب و کار، شایستگی‌های مدیران. خدمت شما عرض بکنم یه مجله‌ای رو داریم که سردبیرش منم، گفتم یه انتشاراتی رو داریم که سالی حدود 90 تا 100 عنوان کتاب رو در سال چاپ میکنه و این در واقع که تو این هولینگ نزدیک به 100 فکر کنم 11 نفر کار میکنن در 2-3 تا شعبه و شهرستان‌ها هم در واقع داریم. اما حوزه شخصی خودم، حوزه‌ای که در واقع روش خیلی تمرکز کردم، حوزه مهارت‌های رهبریه که خب این در واقع برای سازمان‌های مختلف و ما یک سری مشتریان سازمانی داریم و یک سری مشتریان خدمت شما عرض بکنم فردی داریم که من
یعنی شخصی برای سازمان‌های یه سری دوره‌های مختلف و سخنرانی مختلفی رو دارم و حوزه سازمانیمون هم در واقع به سازمان‌های سری خدماتی رو در حوزه آموزش و توسعه و ارزیابی مخصوصا میده که ما الان نزدیک فکر کنم 74-5 تا سازمان مشتری ما هستن. سازمان بزرگ تو کشور مثلا فولاد خوزستان تا سازمان مثل گلگهر تا سازمان‌های دولتی مثل وزارت ارشاد، وزارت راه، در واقع شرکت ملی راهن، ایرانر، حالا جای مختلفی رو که ما در واقع بهشون سری خدماتی رو در این حوزه ها میدیم. چقدر عالی. 2 تا سوال دارم که ازتون بپرسم. یکی این که قبل از اینکه 2 تا سوال بپرسم، یه سوال اول قبلش بپرسم پیش زمینه باشه. رهبر زاییده می شود یا ساخته می شود؟ من فکر کنم اصلا نمیشه اینا رو جدا کرد. فکر کنم هر دوشه. خب یعنی میدونید هم به نظرم ژنتیک مهمه. امروز من دیروز بچه رو برده بودم پیش یه پزشکی که خیلی هم آدم میبینه ولی مثلا تو صورت من نگاه نمیکرد موقعی که حرف میزد. بس کردم چقدر خوب میشد اگر یه مقداری ملایمتر با بچه حرف میزد، با من، یا مثلا بچه اومد حرف بزنه پرید وسط حرفش و مثلا اینکه به نظرم یه چیزای کاملا ژنتیکه. یه چیزایی رو آدم‌ها یاد میگیرن. یعنی من یاد گرفتم که موقعی که اگه یه کارمندی میاد که مثلا میگم داره بد یه کارمند دیگر رو پیش من میگه، اجازه ندم این کارو بکنه و بگم اگه میشه اون نفرم بگو بیا 2 نفر 3 نفر با هم صحبت کنیم. و اینو من یاد میگیرم دیگه. یعنی بعد از تجربیات مختلف میبینم بدگویی یک کارمند از یک کارمند دیگه حتما بدگویی پشت سر منم از پشت سر بقیه هم است و تجربه بهم آموزش میده و میتونم حالا یاد بگیرم. و من فکر کنم واقعا دو تاشه. یعنی استعداد مهمه. پس استعداد مهمه، حتما مهمه. چقدر عالی. سوال دوم این که ما معتقدیم که رهبران جامعه از دل خانواده ها بیرون میان. یعنی یک شخصی که میاد در یک جامعه شروع میکنه ابراز اندام کردن و رفتن جلو و قدرت نمایی کردن، این از یک خانواده نشأت گرفته و اومده جلو. پس ما اینجا 2 تا رهبر داریم. یک شخصی که در خانواده رهبر بوده و رهبر رو انداخته تو دل جامعه و یک شخصی هم که از یک رهبر دیگه جدا شده از خانواده اومده داخل جامعه رهبر ساخته شده. میخوام ببینم آیا رهبری خانواده چقدر مهمه و آیا باید پدر مادرها روی این قضیه فوکس بکنن که ما باید جوری خودمون رو پرورش بدیم و تغییر بکنیم که بتونیم افراد مناسب جامعه رو تحویل جامعه بدیم؟ و 2، حالا فرض بکنی اتفاق نیفتاد، یعنی اون پدر مادره نتونستن، این شخص چقدر میتونه تلاش بکنه و چه کارهایی رو باید بکنه که توی جامعه بتونه اگر شده رهبر یه سازمان باشه، اگر نه در کفترین حالت رهبر خودش باشه؟ این خیلی مهمه. ببین اصلا گام اولی که ما برای اینکه بتونیم خوب اداره بکنیم، خوب رهبری کنیم، اولین گام اینه که خودآگاهی داشته باشیم. این خودآگاهی مهمترین کار در رهبریه. من زمانی میتونم توسعه فردی داشته باشم که اول خودم رو بپذیرم، بگم من همینم. من یه جایی شاید جملاتی که دارم میگم فعل نداشته باشه، یه جایی شاید مشکل داشته باشم، یه جایی ظاهرم همینه، وضعیتم همینه. یعنی اول بپذیرم، 2 نسبت به خودم آگاه بشم و اینجا تازه رهبری شکل میگیره. یعنی من فکر میکنم استارت هر چیزی از خودآگاهی میاد. خب همه ما یک تله های در واقع همه ما بالاخره ما با پدر مادرای دنیا رو شناختیم که این پدر مادرها حتما خودشون هم یه ضعفایی رو داشتن، یه چالشایی رو داشتن و با همون چالش‌ها ما پرورش پیدا کردیم. همینطور که بچه‌های ما با اون چالش‌های ما دارن رشد پیدا می‌کنن. بذارید براتون یه نکته بگم. از نظر من همه چیز مدل ذهنیه. ببینید من 2 تا دختر دارم. دختر اولم برای اولین بار می‌خواست بره پیش می‌خواست یه سگی رو ناز کنه. من یه ترسی در درون خودم بود. گفتم بابا نرو نزدیک نرو. این ترس رو در وجود من دید. و بچه که تازه داره دنیا رو میشناسه، در مورد سگ یه مدل ذهنی در این بچه ایجاد شد و هنوز نمیره. البته من تلاش کردم کم کم این رو در این بچه بگم بابا من اشتباه کردم موقعی که بهت گفتم سگ ترس نداره، ولی چون این استرس در بود به این بچه منتقل کردم. یه بچه دومی دارم کوچولوئه، یعنی البته هر دوشون، یکیشون 7 سالشه یکیشون 4 سالشه. بچه دوم دیدم داره میره پیش سگ و اون تجربه اولیه‌ام رو چون داشتم به بچه منتقل نکردم. بچه رفت کنار سگ، نازش کرد و
و در واقع این دیگه از سگ نمیترسه. یعنی این مدل ذهنی یه جور ایجاد شد که سگ یه حیوان خوبیه. برای بچه اول من ایجاد کردم که بابا سگ موجود ترسناکیه و ما همه چیز رو تو خانواده معمولا چون اولین مدل های ذهنی، اولین آگاهی ها از دنیا داره ایجاد میشه، پدر مادر و اطرافیان دارن برای ما ایجاد میکنن. این که من چجوری میشه در بزرگسالی از یه آدمی رو میبینم ازش حس خوب میگیرم یا حس بد، شاید یه مقداری برمیگرده به اون مدل‌های ذهنی که در دوره کودکی داشتم، اون شرایطی که ایجاد شده. ببینید خانواده‌ها بسیار 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 مهم هستن. برخورد پدر با مادر، رفتارهایی که تو خانواده میبینن، از اطرافیان میبینن، از اون جایی که من دارم زندگی دارم برای خودم مدل ذهنی رو شکل میدم. ببینید امروز شما زمانی که میخواید تصمیم بگیرید در هر موردی، مدیر عامل شدی، رهبر یک جامعه بزرگ شدی یا حتی میخوای برای ازدواج تصمیم گیری کنی، شما اطلاعات رو میریزی در درون مدل‌های ذهنیت و اون بعدش میشه خروجی، یعنی شما تصمیم میگیری که این کارو بکنی یا نکنی. حالا این از کجا میاد؟ حتما از خانواده و از اون جایی که من دنیا رو باید شناختم و این مدل ذهنی من شکل گرفته. آیا این مدل‌های ذهنی قابل تغییر هم هستن؟ بله حتما. و امروز ما یک سبکی از رهبری رو در دنیا داریم به اسم که آقای جیمز در واقع دسمر و خانم دایانا چاپمن در واقع آوردن، اسم رهبری آگاهانه. و مهمترین اصل رهبری آگاهانه اینه که من چقدر میتوانم تصمیمات خودم رو تغییر بدم، من چقدر میتونم با الگوهای ذهنی که از قبل برام ساخته شده مبارزه کنم. بگم نه، شاید الگوی غلطی باشه. ما متعصبانه یاد گرفتیم به تمام الگوهایی که در ما ساخته شده بهشون پایبند باشیم. به این میگن کانفرمیشن بایاس یا بایاس در واقع بایاس تایید. ذهن ما آمادگی نداره با دنیای متفاوتی مواجه بشه. ما آماده شدیم برای اینکه بتونیم با چیزهایی که از قبل در درون ذهنی ما ساخته شده، هر چیز رو میبینم اون رو تایید میکنه میگیرمش، هر چیز رو میبینم اون الگوی ذهنی رو تایید نمیکنه چیکار میکنم؟ پس میزنم. و این کانفرمیشن بایاس یا بایاس تایید جزو بزرگترین خطاهای روانی که هر کدوم از ما میکنه. لازم شد براتون خیلی تایید میدم. و امروز در رهبری آگاهانه میگن به کسی میگیم رهبر، به کسی میگیم این رهبری آگاهانه‌ای داره که میتونه با الگوهای ذهنی قبلی چیکار کنه؟ با اونا در واقع مبارزه کنه و اونا رو به نوعی خدمت شما بگه آقا این چیزی که من دارم در مورد الگوهای ذهنی میگم شاید درست نباشه و برم در واقع تجربیات جدید رو کسب بکنم و الگوهای ذهنی قبلیم رو به نوعی نقض بکنم خودم. حالا اگه لازم شد این موضوع خیلی موضوع جذابیه برای من و امروز میگن یادگیری مهمترین درس یک رهبر آگاهانه است که من بتونم یاد بگیرم. چگونه میتونم یاد بگیرم؟ اینکه چیزایی که قبلا یاد گرفتم رو به فراموشی ایگنورش بکنم تا بتونم چیزای جدیدی یاد بگیرم. چقدر جالب. من یاد گواهینامه رانندگی افتادم. من اولین سالی که گواهینامه ها هوشمند شدن من گواهینامه گرفتم، سال 1389. به عشق این که چون من اصالتا اصفهانیم، به عشق که بیام مثلا تهران، خب بچه بودیم و اینها، که مثلا روی گواهینامه بخوره تهران بزرگ، اومدیم تهران، دانشجو هم که تهران بودیم و گفتیم که آقا ما این گواهینامه رو تهران بگیریم. از زد و همون هوشمند شد. یه چیز جالب، نشستم داخل ماشین که من خب ماشین سواری میکردم زیادم، ما پسرها ماشین باباها رو زدیم تو در و دیوار قبل از اینکه گواهینامه بگیریم. تا نشستم داخل ماشین شروع کردم میخواستم رانندگی کردن، گفت استاپ کن، هر چیزی که یاد گرفتی رو فراموش کن و از الان به بعد بیا اصولش رو یاد بگیر. و راست هم میگفت. ما یه چیزی یاد گرفته بودیم که داستان رانندگی و دستی کشیدن و ویراژ دادن این داستان، ولی رانندگی در شهر و چقدر اون آموزش مهم بود که من وقتی میام میبینم یک خانومی، یک آقایی و چقدر واقعا معلم رانندگی خوبی بود و من همیشه براش دعای خیر میفرستم که یاد به من داد آقا مثل بقیه رانندگی نکن، وقتی میری پشت خط آبر پیاده اصلا برات مهم نباشه چراغ قرمزه یا سبزه یا زرده، شخص میخواد رد بشه حواست باشه استاپ کن، آروم کن سرعتتو. و خیلی به جای اینکه به من مهارت‌های رانندگی یاد بده، فرهنگ رانندگی رو بیشتر به من یاد داد. این خیلی خوب بود و این چقدر خفن بود. و اینجا برای من دغدغه پیش میاد دکتر،
دکتر مهدی باغبان عزیز، چقدر آموزش یادگیری مهمه برای اینکه ماها بتونیم فرزندان ایران خوبی باشیم، ایران خوبی بسازیم و بتونیم مسیر درست رو پیش بریم و از اون مهمتر چطور بفهمیم این آموزش به درد ما میخوره و با کیفیته. چرا؟ چون به شدت محتوای زرد توی بازار ریخته و ما سردرگمیم بین این همه واقعا محتواها. ببین که چطور میتونیم، یه قسمتی شاید برمیگرده به اینکه من چه مسیری رو دنبال میکنم. ببینید من همیشه اینو چند بارم توی در واقع استوریا تو پیجم گذاشتم که واقعا این انتگرال به چه درد زندگی ما. الان همه انتگرال داره تو سیستم‌های کامپیوتری و نرم افزارها و ماشین حساب و اینا داره میگیره، اصلا چه دلیلی داره؟ ببین یه آدمی، یه فردی قراره بره در حوزه مهندسی مکانیک کار کنه، حتما باید از الگوریتم اینکه انتگرال چگونه در واقع کار میکنه حتما باید آشنا باشه. ما هنوز که هنوز مثلا خیلی از در واقع اساتید میرن در کلاس ما مثلا نرم افزار میرن در واقع فرمول‌های مثلا در واقع آماری میگن، در حالی که نرم افزار SPSS با صدام ثانیه این کارو انجام میده. خب این بعد ببین ذهن ما، حتی من شنیدم در ژاپن مثلا بچه‌ها به بچه‌ها در واقع حتی ضرب و جدول ضرب و آموزش نمیدن، میگن ما ماشین حساب داره انجام میده، اصلا چه دلیلی داره ذهنت رو بخوای پر بکنی با یک سری از چیزهایی که اصلا واقعا بعضا به کار نمیاد. ولی امروز اگر به من واقعا میگم، من چند بار تو چک نویسی دوچار چالش شدم، چک بلد نبودم بنویسم، بعد چک دادم دیدم مثلا پشتش خط خورده شده، بعد این چک به من پس دادن، بعد چک برگشت خورده، بعد رفتم بانک، بعد گرفتن، بعد دور دسته چک بعدی دوچار چالش و خب بعد نگاه کردم خب این اگه مثلا چک نویسی رو 1 ساعت هم بیشتر نیست زمانش، یکی از به من آموزش میداد، همونجا من مینوشتم و خب این همه در حقیقت چند روز زندگیم گرفته نمیشد. تو اینکه من مثلا مدت‌های زیادی فکر کردم انتگرال چیه، نمیدونم مشتق چیه، به چه دردی میخوره، چگونه باید بگیرم و کلی امتحان داریم و اینا و اصلا به درد زندگی عادی نخوره. و شما یه نکته درستی رو گفتی بچه‌ها یاد میگیرن با پول در واقع کارشون رو، یعنی اونایی که کار کردن با پول کار کردن و آموزش میبینن. خب مثلا اینا واقعا چیز مهمیه برای بچه که امروز من بچه‌م داره میره، من مثلا پول کاغذی بهش میدم، بعد درک بکنه این چقدر میارزه یا پولو چگونه باید هزینه بکنه. آموزشایی که در واقع خب حالا من قراره چه مسیری رو برم؟ من امروز قراره یه مدرس خوب باشم. خب یه مدرس خوب بودن لازمش چیه؟ لازمش اینه که با بچه‌ها ارتباط بگیرم، بتونم در واقع خوب حرف بزنم، بتونم خوب اسلاید درست کنم، فیلمای خوبی رو آماده کنم برای ارائه ها و هزار تا چیز دیگه ای. خب بتونم مهارت مثلا نمیدونم عزت نفسم بره بالا، اگر دیدم یک فردی تو کلاس از من بالاتره یه کاری نکنم، چون خیلی وقتا اینجوریه. مثلا من میبینم طرف میاد، داشتیم واقعا در یه جایی یه آقای اومده بود و مثلا فکر میکرد از مدرس مثلا بالاتر، با ادبیات خیلی بدی صحبت میکرد. میدونی من حس کنم اون آدم از من بالاتر عزت نفس هم نیاد، مثلا خود مهارت عزت نفس، اعتماد به نفس، یه چیزا اینجوری. من بسته به اینکه دارم چه مسیری رو میرم باید بیام مهارت مکمل رو فکر کنم آقای دکتر وکیلی عرض کردن خدمت شما که مهارت مکمل هم باید من یاد بگیرم کنارش. مثلا الان خودم چیز شدم این وسط، مثلا میگم آقای دکتر وکیلی فرمودن یا عرض کردن، خب داشتم فکر می‌کردم کدومش درسته و من مثلا میبینم طرف میاد واقعا با یه هوش هیجانی پایین میگه که من این موضوع رو فرمودم، بعد میگه بابا شما عرض کردی، اون نفر مقابل فرمود. حتی در یک چیزای مثلا خیلی کوچیکی رو میبینیم آدما رعایت نمیکنه و بعد چقدر دچار چالش میشن. حتی توی واقعا ما توی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران که اتفاقا مال اتاق بازرگانی بود و ما مثلا میدم آدما خیلی عادی نمیتونن با هم حرف بزنن، شبکه سازیشون دچار چالشه و اینا یه قسمتی برمیگرده به در اینکه این مهارت ها رو کسب نکردند. میدونین داستان چیه؟ داستان اینه که واقعا همه ماها از یه زمانی رنج بردیم و همیشه گفتیم که آقا تقصیر بابامه، تقصیر مادرمه، تقصیر خواهرمه، تقصیر معلم. قضیه نمره است. وقتی نمره خوب میگیری میگه گرفتم، نمره بد گیری میگه مثلا بهم داد. نکته خوبی اشاره کردیم و رسوندیم به اینجا که اوکی
خودآگاهیه باید اتفاق بیفته. من یه مقدار برم عقب‌تر از صحبت عقب‌تر شما بعد درسم اینجا. خودآگاهی اتفاق بیفته، آموزش درست رخ بده، آدم بخواد که این کارو بکنه و تو مسیرش هم خودش رو قرار بده. اما یه چیزی اینجا تو حوزه آموزش که من هنوز نرسیدم بهش میلنگه که چطور من متوجه بشم تدریس‌های دکتر مهدی باغبان خوب است اما تدریس‌های فلان شخص خوب نیست، یا بعد از اون وقتی رفتم چطور بتونم اینها رو ببرم توی مسیری که بهترین آموزش رو بگیرم. میخوام چی رو بگم دکتر؟ میخوام بگم من آدم عمرم محدوده، بودجه مالی محدوده، انرژی محدوده، آرزوهام بسیاره. چطور میتونم این دوتا رو با هم کنار هم سین کنم؟ من میخوام از شما به عنوان یک متخصص آدم، متخصص انسان، میخوام بدونم چطور من میتونم، من حمیدرضا آقایی، این بودجم رو مدیریت کنم، محدودیت هام رو بفهمم، درست انتخاب کنم و درست قدم بردارم و این ریسکه رو پایین بیارم و بهره وریه رو بالا ببرم. حالا توی ترید ما میگیم که آقا مثلا آر به آرمون رو بیایم درست بکنیم. به اول اگر ما فهمیدیم حالا چه آموزشی رو نیاز داریم، این گام اولشه. گام دومش خب تو این فضای بزرگ شاید این نفر این آموزش رو دارن الان انجام میدن. حالا من چگونه بفهمم این آدم آیا اون آدمی هست که من دنبالشم یا نه؟ ببینید من خیلی واقعیتش خیلی شفاف بخوام بگم، خیلی به مدارک دانشگاهی خیلی اهمیت زیادی رو نمیدم. چرا؟ چون من مثلا رفتم پیش یک روانشناسی که مثلا استاد و خیلی اسمش رو واقعا یه ترلی هم یدک نمیکشه، دیدم چیزی عایدم نشد و رفتم پیش یه فرد خیلی معمولی و دیدم چقدر خوب و دلسوزانه داره این کار انجام. یه پس اینه که من بس اولی که دارم دلسوزیه، یعنی ماها باید بریم به سمت فردی که اولا من یه چیز رو خیلی خوب درک میکنم. آیا این آدم تناسب بین خود، مثلا ببین من زمانی که به حوزه روانشناسی علاقه‌مندم، مثال روانشناسی میزنم، آدمی که جلوم نشسته، چون خیلی دیدم آدمی که جلوم نشسته انقدر این آدم درگیر با ذوب در شغلش که من مثلا همین چند روز پیش رفته بودم پیش یک مشاوری، دیدم این آدم ذوب در کارش، 2 ساعت برای من وقت میذاره و هنوزم انرژی داره و هنوزم داره دلسوزانه داره این وقت رو میذاره. یعنی استاد دلسوز به نظرم خیلی پیش یه آدم میرم فقط به ساعتش نگاه میکنه که کی این زمان مشاوره تموم میشه، مثلا 2 دقیقه مونده و میگه آقا بفرمایید که مثلا نفر بعد پشت در نشسته. خب این خیلی متفاوته برای اینکه من و برای یک استاد، اینکه این استاد آیا واقعا خودش، آیا این استاد صدای بنده رو دارید؟ صدای من دارید؟ آیا این استاد خودش واقعا اون کاری که داره انجام میده رو دوست داره یا نه؟ آیا باغبانی که داره تدریس میکنه بودن با آدم‌ها رو دوست داره یا نه یه آدم درونگرایی فقط از رو اجبار داره یه سری مطالب رو منتقل میکنه؟ میدونید اینکه این آدم تناسب شخصش با کاری که داره انجام میده به عنوان استاد آیا واقعا هست یا نه؟ خیلی استادا رو میبینیم، استاد میاد یه سری مطالب خوبی رو میگه ولی حوصله بچه‌ها رو نداره، حوصله آدم‌ها رو نداره. خب این پس هیچ وقت نمیتونه این استاد موفق باشه. موضوع بعد پس اولین قسمتی که میخوام بگم دلسوزی استاد نسبت به کاری که داره انجام. چقدر دلسوزه؟ برای من خیلی بحث مهمیه دلسوز بودن. بحث دیگه‌ای که داریم چیه؟ بحث دیگه‌ای که داریم در واقع گفتم اینکه چگونه دلسوزی ایجاد میشه، چگونه من با کارم حال میکنم، اینکه تناسب من با شغلم باشه. تناسب من با شغلم اینی که دیگه من خیلی زمان رو نمیدونم، من زمانی که در کاری که توش علاقه دارم گذر زمان رو متوجه نمیشم. این یه بحث مهمیه. بحث دوم، این آدم آیا تعهدات کاری رو هم داره یا نداره؟ با یک روانشناسی صحبت میکردم، گفتم فلان روانشناس مثلا داره ساعت 5 میلیون پول میگیره. گفت میدونی نظام روانشناسی چقدر در نظر گرفته؟ گفت مثلا واقعا 1/10 این پولی که اون فرد داره میگیره. گفت این آدم حتی به اون هم پایبند نیست، یعنی این آدم دلسوزی رو نداره. بحث بعدی، ببین امروز من با آقای آقایی، اگر من اینو خیلی وقتا به بچه‌ها میگم، حالا چه اونایی که میخوان کوچ بگیرن، منتور بگیرن، مدرس میگیرن، میگم بذار این آدم یه جلسه بیاد، شما یه جلسه این فرد رو ببینید. من چند روز پیش رفتم کلاس تنیس، بعد رفتم ببینم آیا این آدمه رو من دوستش دارم، میدونید آیا این آدمه رو دوستش دارم. ببین ما 3 تا موضوع رو
در مورد جذب و استخدام آدم‌ها در نظر میگیریم. میگیم یک، این آدم آیا توانایی انجام اون کار رو داره؟ خیلی از استادا توانایی انجام یک کاری رو دارن، میتونن اون درس رو به من آموزش بدن. میگیم آیا یه نکته دومی وجود داره، آیا اون آدم دوست داره به تو آموزش بده؟ یعنی آیا اون آدمه این علاقه رو در خودش میبینه که این آموزش رو بیاد و در واقع انجام بده؟ اینم یه بحثه. یه بحث بعدی که از همه مهمتر، ما مثلا توی حوزه جذب و استخدام میگیم یک، اون آدم توانایی داره، یک. دو، اون آدم انگیزه داره برای که تو سازمان شما بیاد کار کنه. موضوع سوم که از این دو تا دیگه مهمتره، آیا تو اون آدمه رو دوست داری؟ آیا به دلت میشینه؟ آیا علاقه‌مندی با این آدم کار کنی؟ میدونید این بحث خیلی بحث جدیه. من خیلی وقتا به بچه‌ها میگم به استاده به دلت میشینه؟ حرفایی که میزنه برات جذاب هست یا نه؟ آیا در تو ایجاد انگیزه میکنه که به درس و کلاس ادامه بدی؟ این خیلی بحث مهمیه برای من حداقل، که آدم‌ها که من در واقع اون آدمی که داره به من آموزش میده رو بپذیرمش، دوستش داشته باشم، این آدم رو آدم خوبی بدونم. میدونید این بحث مهمیه. دقیقاً رسیدیم نقطه‌ای که توی ذهنم سناریوشو چیده بودم. ما 2 تا قسمت بکنیم. یک شخصی که میخواد موفق باشه 2 تا عامل داره، عامل بیرونی، عامل درونی. عامل بیرونی رو الان با هم صحبت کردیم، رسوندیمش به یه جایزه خیلی جذاب. اما من حمیدرضا آقایی الان از درون میخوام موفق بشم. موفقیت رو هر جوری که بخوام تعریف کنم، اصلا نمیخوام بگیم موفقیت فرض کن رئیس جمهور بشم، رهبر بشم، مدیر بشم، نمیدونم معلم خوب بشم، نانوای خوبی بشم، همه اینها. من پدرم یه ضرب المثل میگه آقا اگر میخوای سفورم بشی، سفور با سواد و خوب بشو. یعنی این خیلی تاکید داشت. چی کار کنم دکتر الان منو کوچ کن، من میخوام آدم موفقی بشم، چی کار باید بکنم؟ ببین، تعریف موفقیت تعریف مهمیه. تعریف موفقیت خب تعریف مهمیه به این دلیل که ما واقعا نمیدونیم موفقیت چیه، اصلا نمیدونیم معنا و رسالت کاری که داریم انجام میدیم چی. اگر من معنا رو درک کردم، شاید واقعا موفقیت من اینه که یه پدر خوب باشم، به قول شما 2 تا بچه خوب رو تحویل جامعه بدم. این معنای موفقیته. یه روانشناس که باز میگم چند روز پیش باهاش میگم من یه نفر رو اگر تو طول زندگی بتونم برش گردونم، این از نظر من موفقیت. پس این تعریف مهمیه. آیا تعریف موفقیت پوله؟ آیا شهرته؟ آیا قدرته؟ آیا چیه؟ این تعریف مهم. اما زمانی که من موفقیت رو تعریف کردم، حالا باید در واقع بتونم به سمتش گام بردارم. اینکه حالا چگونه گام بردارم، من فکر میکنم عمده کاری رو که ما باید انجام بدیم حوزه در واقع، باز میگم من اگه به خودآگاهی برسم که 99% آدم‌ها نمیدونن قراره 5 سال آینده 10 سال آینده تو چه فضایی برن. برای همینه من عمده کاری که حالا برای موفقیت باید انجام بدم نگفتنه. یکی از کارهایی که امروز من خودم خیلی دارم انجام میدم، یه چیزا رو واقعا میگم میای فلان جا، نگاه میکنم تو مسیرم نیست، نه آقا این کارو میکنی، نه آقا اینقدر پول داره، نه من چون یه کار دیگه، من هدفم اون چیزی رو که به عنوان موفقیت، یعنی در واقع هدفه میشه موفقیت من دیگه. من قراره به اینجا برسم که اونجا رسیدم بگم من آدم موفقم. من قرار مثلا فرض بفرمایید قراره به n میلیارد پول برسم که بگم من اگه به این n میلیارد رسیدم آدم موفقم به نظر خودم. نه، من قرار مثلا به این برسم که یه مثلا مؤسسه‌ای داشته باشم که توش 5000 نفر کار کنن، من به این میگم موفق. خب حالا توی مسیری که داریم میریم، همه ما انقدر کارهای مختلف بهمون پیشنهاد میشه، انقدر فکرهای مختلف به ذهن خودمون خطور پیدا میکنه. حالا باید چیکار کنم؟ باید بگم نه. و این نه بزرگ، من برای خودم امسال یه چیزی رو نوشتم، اینکه بگم نه. یعنی هر هفته حداقل باید بنویسم تو دفترم که به چی گفتم نه، به چه کسی، به چه چیزی، به چه موردی. اون نه جاییه که عملاً ما رو باز می‌دارن از رسیدن به هدف. پس گام اولی که من تعریف کنم، به قول شما موفقیت یعنی چی؟ این موفقیت رو برای خودم حداقل کلیرش بکنم. بگم موفقیت از نظر من یعنی به اینقدر پول یا اینقدر یا هر چیزی که برای خودم شفاف کردم برسم. چگونه میتونم از نقطه آ برسم به نقطه ب که بهش میگن نقطه موفقیت؟ اینکه به خیلی چیزا بگم نه. یعنی من واقعا میگم آدم بزرگ دنیا رو که نگاه میکنم اینه که خیلی چیزا میگن نه. مثلا امروز داشتم در مورد مایکل فلپس میخوندم. مایکل فلپس میونه اسطوره تکرار نشدنی شناست، تنهایی به اندازه 175 کشور دنیا مدال داره در المپیک.
یک چیزاش اینه که نمیگه به این، به دوستش نمیگه، در واقع به قضا نمیگه، به همه چی نمیگه. چرا؟ چون هدفش اینه که نفر اول المپیک بشه. برای نفر اول رسیدن به نفر اول المپیک اینه که یه چیزایی رو باید نبگه و یک نظم کاری در واقع برای خودش داشته باشه. این نظم رو به دست میاره و نمیگه و به این راحتی میره جلو. حالا گفتید فبس، ما داشتیم هماهنگ میکردیم اتفاقا پارسال ایشون رو بیاریم توی ایران و یه دوره‌ای بذاریم. متاسفانه یکی از دبیران هیئت شنایی، حالا یکی از استان‌ها، متاسفانه کم خردی به خرج داد و اجازه، چون ما یه مؤسسه ورزشی داریم که تو حوزه شنا، شیرجه واترپولو و شنای هنری خانومه داره کار میکنه. جالب بود که مایکل فبس رو اسمش رو آوردید، خیلی برای من این خاطره دردم. اما یه سوال، من مفروض پنهان صحبت‌های شما رو بگم ببینید آیا درست متوجه شدم یا خیر، که میدونید استاد مفروض پنهان آقای دکتر محمد وکیلیه و اون تدریس جیمتشون که واقعا عالی درس میدن. همه ماها میگیم برای موفق شدن یا در مسیر موفقیت قرار گرفتن فلان کارو بکن، فلان کارو بکن، فلان کارو بکن. اما آقای دکتر مهدی باغبان میفرمایند که آقا فلان کارها رو نکن، یعنی نکنها رو بیشتر بیار و اونها رو ببین و این نه باید بیشتر اتفاق بیفته تا آره هایی که وجود داره. من اگر میخوام موفق بشم باید برم کلاس خوب، اما نه اثرش بیشتره. کلاس بد نرو، استاد بد انتخاب نکن، مسیرت رو درست بچین و حالا چیزهایی که وجود داره. درست متوجه شدم دکتر؟ یعنی نهای ما خیلی بیشتر باید باشه تا آره های ما. یعنی ما مهمترین قسمت نه دیگه. ببینید یه زمانی میگفتن هر کتابی بخونی خوبه، ولی امروز به قول شما انقدر این دایره وسیع شده که شما نمیتونی هر فیلمی رو ببینی، چون زمان ما همه چی توش محدودیت وجود داره. با هر آدمی نباشیم، هر کتابی رو نخونیم، هر فیلمی رو نبینیم، هر جایی نریم، میدونید هر دوره رو شرکت نکنیم. این به نظر من راز موفقیت. چرا؟ چون شما داری میبینی مسیرت رو، یعنی این چشماندازی که ترسیم کردی داری میبینی. حالا باید برای این چشمانداز یه نهای بزرگ بگی تا بتونی مسیرت رو به درستی شکل بدی. و اینو خیلی ها میگن، میکلانج میگه، خیلی از آدمای بزرگ دنیا میگن که ما مهمترین قسمت موفق در مهمترین چیزی که در خودمون داریم اینه که نمیگیم، نهای بزرگ میگیم. و نهای بزرگ من خیلی سخت میتونم نبگم به آدما به کار، ولی به نظرم خیلی بس مهمه. چقدر جذاب دکتر. یا کوچولو در حد چند دقیقه بحث رو ببریم سمت آموزش. من دوست دارم بدونم از نگاه شما 2 سوال رو بررسی کنیم. یک، آینده آموزش به نظر شما چه اتفاقی میفته، به چه سمت و سوی میره، و این فرایندی که ما هر روز داریم میریم به سمت اینکه نیروی زبده و نیروی خوب رو داریم از دست میدیم توی ایران و حتی توی دنیا به نظر من، و شرکت ها مواجهن با کمبود نیروی انسانی. چی کار باید بکنیم، چه تو حوزه آموزش، چه تو حوزه چیزهای دیگه، چی کار بکنیم که این دغدغه کمتر بشه؟ آموزشگاه دارا، مؤسسه دارا، شرکت ها، مؤسسات بزرگ، هلدینگ ها چی جوری باید با این دست و پنجه نرم بکنن؟ ببینید ما اولین قسمت به نظر من آموزش دیگه مدلش داره در واقع عوض. اول ما این پارادایم داریم از آموزش به سمت، یعنی از ترینینگ به سمت لرنینگ. این یه بحث خیلی جدی و بحث مهمیه. یعنی دیگه ما نمیریم آموزش ببینیم، بلکه میریم چیکار میکنیم؟ بلکه میریم یاد میگیریم. یادگیری یعنی چی؟ یادگیری یعنی تغییر رفتار در فرد تو هر حوزه‌ای. یادگیری پس یعنی تغییر رفتار. خب تو این تغییر رفتاره ما در واقع چه کاری باید انجام بدیم؟ دیگه آموزش مثل روال قبل نیست که من بگم من برم دانشگاه بتونم یاد بگیرم. یعنی اولین اتفاقی که الان افتاده و خیلی 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 بیشتر تکرار خواهد شد اینه که دیگه مدارک دانشگاهی مثل قبل ارزش و اعتبار ندارند اصلاً. من که دوستام از زنجان آوردمش تهران، این تو حوزه کامپیوتر خیلی آدم نخبه‌ای بود، ولی رفته بود یه جایی شروع کرده بود به کار کردن و توی یک شرکت توی سازمان دولتی. گفتم تو باید بیای. اومد تو عرض 1 سال در تهران 11 تا درخواست کار از آمریکا، آلمان و کانادا گرفت تو 1 سال. یعنی به طور متوسط ما 1 درخواست خیلی خوب براش میومد. و گفتم شما که اصلا لیسانس در واقع عمران خونی، گفت اصلا براشون مهم نیست، اصلا مدرک براشون مهم نیست. نگاه کردن دیدم من این کارو انجام دادم. ما در واقع 2 تا مهارت نیاز داریم، مهارت تخصصی، مهارت عمومی.
یه مهارت تخصصیه که من میتونم هر جایی، هر زمانی، در هر سنی و در هر فضا یاد بگیرم. امروز در واقع یوتیوب یک دانشگاه بزرگه. پس آموزش، یا بهتر بگم یادگیری، نشت پیدا کرده به تک تک لحظات ما در زندگی هامون. یعنی من میتونم نصف شب یاد بگیرم. چه اصراریه من در یک سن خاصی برم دانشگاه و یک سری درسایی رو یاد بگیرم؟ و چرا من باید برم درسایی رو یاد بگیرم که اصلا به دردم نمیخورن؟ ما امروز مثلا 142 واحد رو بچهای لیسانس رو میگذرونن. به جرئت میتونم بگم یک دوره تو 4 سال دوره لیسانس، به جرئت میتونم بگم 6 ماه تمام اون درس‌ها رو میتونه طرف تو محیط کارش یاد بگیره. اصلا نیازی نیست اینقدر عمر، زمان، همه اینا رو صرف گرفتن یه مدرک بکنه. من امروز تو نسل جدید فهمیدم اصلا مدرک دانشگاهی دیگه اون کارهای خودش رو از دست داده برای همه جای دنیا. این که مهم نیست. من هاروارد، یه کتابی هست به اسم آنچه هاروارد به شما نمیآموزد. خود هاروارد میگه من این چیزا رو به شما آموزش نمیدم. این نکته اول ماجراست. پس این قسمت اول. قسمت دوم ماجرا، پس ما نه زمان، نه مکان، نه هزینه، من میتونم یه جای دیگه یاد بگیرم. پس من از ترینینگ پارادایم رفته به سمت لرنینگ. من میخوام برنامه‌نویس خوبی باشم، یه چیزای در من اضافه ده. من باید بشینم کد بزنم با این مدل. این که از کجا یاد گرفتم کد زدنم اصلا مهم نیست. دانشگاه تهران بوده یا یک دانشگاهی بوده در دور، یا اصلا دانشگاه نبوده، من رفتم خودآموزی کردم. و قسمت دوم ما باید کنار این جریان 2 تا مهارت مهم رو در این حوزه در زندگی کردن یاد بگیریم. من اگه اجازه بدید 5-6 دقیقه دیگه ما هم ببریم چون شارژ داره تمام به اتمام میرسه. فکر می‌کردم شارژ. آره 2 تا مهارت مهم رو باید یاد بگیریم. یکی مهارتی که با دیگران در ارتباط باشم و یاد بگیرم. یکی در واقع مهارت ارتباط موثر با خودم رو بیشتر بشناسم، بتونم هیجانات خودم رو کنترل کنم. دوم و در واقع بتونم با سایرین، برای اینکه شما فرمودید من اگه شبکه سازی خوبی نداشته باشم، استیو جابز هم که باشم، باز نمیتونم موفق بشم، چون عملاً من تنها هیچ کاری از دستم بر نمیاد مگر اینکه با شبکه‌ام باشم. و نکته دوم مهارت تصمیم گیریه. من باید یاد بگیرم در مواقع مختلف تصمیمات مهمی رو بگیرم. این 2 تا ابر شایستگی مهارت ارتباط موثر و تصمیم گیری جزء شایستگی‌هایی که خیلی از مجلات بزرگ دنیا مثل بلومبرگ، مثل HBR، مثل و فکر می‌کنم که در واقع شرایط مدرک کاملا از بین میره. یه بچه واقعا میگم 10 ساله شاید بتونه خیلی بهتر از یک مرد مثلا 30 ساله که رفته مدرک لیسانس و لیسانس PhD گرفته بتونه کار انجام بده. فکر میکنم یک سری چارچوبایی که ما میگفتیم اینا بچهای کارند، اینا نمیدونم اینا از بین میره و بچه‌ها از کودکی از یه سنی به بعد کار میکنن و این در واقع این من فکر کنم در چند سال آینده و الان هم درگیرش هستیم چارچوبا داره از بین میره. من دانشگاه تهران کلاس داشتم، بچه‌ای که کلی درس خونده دانشگاه تهران قبول شده، میومد میگم از رشته‌ام ناراضی‌ام. گفتم می‌خوای چیکار کنم؟ تو بازار کار کنم. مثلا باید برم تو بازار پول در بیارم. مثلا دانشگاه می‌خوام چیکار کنم؟ کلی هم بچه باهوشا ولی به این نتیجه رسیده نه دانشگاه هم چیزی براش نداره و خیلی برام جالب بود و اتفاقا میپسندم این روش از در واقع آموزش رو. خیلی عالی دکتر جون، مرسی. ما آخر هر واقعا لذت بردم و فکر میکنم که این 1 ساعتی که ما در خدمتتون بودیم اندازه واقعا یک دوره 4 ساله MBA بود و من کلی چیز یاد گرفتم. مرسی ازتون. ما آخر هر میتی به استادا عرض میکنیم که 2 تا کتاب به ما معرفی کنن که کتابی که واقعا بتونه اثرگذاری خیلی بالایی روی زندگیمون داشته باشه و از شما هم خواهش میکنم 2 تا کتاب به اون معرفی کنید. یک کتاب به اسم اسنشالیست یا اصل گرایی میاد میگه اصل زندگی شما چی بوده و اصلا قرار کجا برید، اصل تو میتونی پیدا کنی یا نه. بعد از مثلا 60 سال من با خیلی از آدما مصاحبه کردم، مصاحبه شغلی خیلی زیادی رو انجام دادم. فرد 35 سال مثلا نزدیک فرض کنید 65 سالشه میاد میگه من اشتباه کردم، من مسیرم رو من باید یه جای دیگه میرفتم و من پیدا نکرده بودم مسیر و وارد یه روزمرگی میشه و ادامه میده بدون اون که بدونه چرا داره ادامه میده. این کتاب اسنشالیست یا اصل گرایی کتاب جالبیه. یه کتابی رو من ترجمه کردم مال آقای دنیل اچپین که کتابی هست به اسم نیروی عظیم پشیمانی که البته ترجمه من پشیمانیه، با خودش هم که چک می‌کردی میگه پشیمانی چون یه ترجمه دیگه هم داره به اسم قدرت حسرت. من ترجمه من نیروی عظیم پشیمانی بوده. کتاب خیلی جا آقای دنیل اچپین این کتاب مدت‌ها جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز بوده
و داره در مورد این توضیح میده که آقا ما بعد در ابتدای کتاب گفته چگونه با نگاه کردن به گذشته بتونیم آینده رو بسازیم و در واقع در مورد این بیشتر صحبت میکنه که پشیمانی ما ناشی از چه چیزهایی میشه. رفته توی دنیا از 16,000 نفر پرسیده که ببین از چه چیزی پشیمان شدند و حسرت چه چیزی رو دارن در زندگی میکنن. دیده کل پشیمانی دنیا 4 تا حوزه است، 4 تا مبحث بیشتر نیست و شما اگه این 4 تا مبحث رو بدونی تلاش میکنی که یه کاری بکنی که پشیمان نشوی و شاید مهمترین پشیمانی آدم‌ها انجام کارهایی که انجام ندادند و ما باید بریم به سمت این که میگه و من خودم خیلی وقتا میخوام یه کاری شروع کنم، به خودم فکر میکنم میگم این کارو شروع کنم چه نکات مثبت داره چه نکات منفی داره و اگر به خودم بگم اگه این کارو انجام ندم احتمال داره در آینده پشیمان بشم، واقعا اون کارو انجام میدم. مثل اینکه یه آدمی رو دوست داریم باید بریم بهش بگیم با یه آدم دوست داریم ازدواج کنیم، یه کاری رو دوست داریم شروع کنیم، دوست داریم کارمند نباشیم و همه اینا در واقع تو این کتاب توضیح داده و خیلی کتاب جذابی. اگر دوستان بخونن نیروی عظیم پشیمانی میگم جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز بوده. این دو تا کتاب رو باز از کتاب دیگه‌ای هم خواستید من معرفی می‌کنم بهتون و حالا این دو تا کتاب خوبیه به نظرم. هر دو کمک می‌کنه اینکه ما بتونیم هدف رو بیشتر پیدا کنیم. خیلی ممنونم ازتون. ممنون از گذاشتید با تمام مشغله هاتون، با تمام دغدغه هاتون فرصت دادید به ما، افتخار دادید و انشالله اتفاقای خوب و آرزوی موفقیت و باعث افتخار من بود. خیلی ممنونم از شما بابت این مصاحبه خوب و اینقدر وقتی که گذاشتید و صبورانه و من واقعا خیلی صبورانه ممنونم از شما، محبت دارید. مرسی. خواهش می‌کنم. مشتاق دیدار هستیم ان شاء الله. دیدار بعد. خداحافظتون باشه. خدا نگهدارتون.